من مستر وولف هستم و به خاطر همون ویدیو که گفتم 100 روز میخوام اینجا باشم. نه تو که الان کریتیوی چی میگی؟ کریتیو حتما دایموند پیدا کنی یا گلد یا امرالد. نه من به خاطر اینکه اینا رو بسازم کریتیو کردم. الان میرم تو اینجا یه موقع که الان تو کریتیو درش بیارم از همین کاری که کردم، یعنی همون کاری که میخواستم از بگذاریم میخواستم بگذاریم قاطی کردم. یعنی موقع که از کریتیو در آوردم الان از همین روز شروع میشه 100 روز برم. بچه این ماینکرافت رو گوشیه. من همیشه هم یه کی میذارم هر چیزی میذارم. حالا روز اول شروع شد. من برم چوب پیدا کنم و بکنم. از این روشم اینجا بلای دلمونه ها. از من بکنم مثلا فکر کنم آسونه میره تو پناهگاه. همین سختیش همینه که یه داری توی خونت داری قار میکنی. خب اونجا که من رفتم اینجا قاره. اینجا مثلا قاره. مثلا توی خونم قار شده دیگه. من زیر زمین دارم میخوام زندگی کنم. مثلا همین میکنم میرم قار. خب چند سانته بالاخره 7 ها گرفت. این چیه؟ هم 4 روز کنم 28 تا میتونم بگیرم. خب بریم یه دونه کرافینگ تیبل بزنیم. 12 تا میزنم نمیدونم چی میگم.